وقتی هنوز این دو تا گزینه رو توی گوشی آیفونت فعال نکردی، یعنی 50% امنیت آیفونت رو انجام ندادی. چرا؟ چون اگر این دو تا گزینه غیر فعال باشه، به راحتی کسی که کنار شما حضور داره وقتی شما نباشید میتونه دستگاه شما رو به ایرپلن مود ببره، همچنین دستگاه شما رو اینترنتش رو خاموش یا روشن بکنه، یا پیام‌های شخصی که تو هر سوشال مدیایی برای شما میاد رو ببینه. حالا با هم بریم ببینیم که این دو تا تیک کجاست و چطوری میتونیم فعالش کنیم. دوستان عزیزم، برای انجام این کار وارد ستینگ دستگاه میشین، اسکرول کنین بیاین پایین، به قسمت فیس آیدی هم پسکد برین، رمز دستگاه رو وارد کنین، بیاین پایین. وقتی وارد شدین ببینید دو تا تیک اینجا دارین شما به نام نوتیفیکیشن سنتر و کنترل سنتر. این دو تا تیک رو خاموش کنید. زمانی که این دو تا تیک رو خاموش کنید در حالت قفل دسترسی به دستگاه شما کاملا محدود میشه. حالا که دیدی این دو تا تیک چقدر مهمه و اهمیت زیادی توی امنیت دستگاه شما داره، حتما این کلیپ رو سیو کن، برای همه دوستات شیر کن، یادت نره لایک کنی. خیلی مخلصیم. خدا نگهدار.